Yeah, da do do do. Yeah, da do do do. It must be you. یک روزی چندین زاهد جلوی آنورودای محترم رو که در حال پیاده روی بود میگیرن و نمیذارن که از اونجا بدون پاسخ دادن به سوالاشون عبور کنه. زاهدان میگن ما شنیدیم که راهب گاتاما یک استاد کاملا بیداره. تعلیماتشون خیلی عمیق و دقیقه. شما شاگرد ایشونید، پس جواب این سوال رو بده. بعد از مرگ راهب گاتاما آیا ایشون وجود خواهند داشت یا وجود نخواهند داشت؟ و برای جواب این سوال از آنورودا خواستن که یکی از این 4 شرایط رو انتخاب کنه. بعد از مرگ گاتاما وجود خواهد داشت. بعد از مرگ گاتاما وجود نخواهد داشت. بعد از مرگ گاتاما هم وجود خواهد داشت و هم وجود نخواهد داشت. بعد از مرگ گاتاما نه وجود خواهد داشت و نه وجود نخواهد داشت. بیکو آنورودا میدونست که هیچ کدام از این جوابها با تعلیمات حقیقت سازگار نیستند. به همین دلیل چیزی نگفت. ولی زاهدان نمیخواستن خاموشیشو قبول کنن و سعی کردن که وادارش کنن که یکی از 4 جوابها رو انتخاب کنه. آخرش آنورودای محترم میگه دوستان من، طبق فهم من هیچ کدام از این جوابها نمیتونن حقیقت رو در رابطه با راهب گاتاما عنوان کنن. سپس زاهدان شروع کردن به خندیدن و یکیشون گفت این حتما یک راهب جدیدیه. نمیتونه جواب سوالامونو بده. نگو چرا نمیخواست اصلا جواب بده. بهتره که بذاریم بره. چند روز بعد آنورودای محترم سوال زاهدان رو میاره نزد بودا و میگه پروردگارم لطفاً ما رو روشن کنید که بتونیم جواب بهتری بدیم برای چنین سوالهایی. سپس بودا میگه آنورودا آیا امکانش هست که راهب گاتاما رو به وسیله درک نظریه‌ای پیدا کنیم؟ راهب گاتاما کجاست؟ آنورودا آیا ما میتونیم گاتاما رو پیدا کنیم؟ خیر پروردگارم آیا گاتاما رو میتونیم در حسا پیدا کنیم؟ خیر پروردگارم آیا میتونیم گاتاما رو در دیدگاه یا سازه های ذهنی یا کانشسنس پیدا کنیم؟ خیر پروردگار پس آنورودا آیا ما میتونیم گاتاما رو خارج از شکل پیدا کنیم؟ خیر پروردگار آیا میتونیم گاتاما رو خارج از حسا پیدا کنیم؟ خیر پروردگار آیا میتونیم گاتاما رو خارج از دیدگاه، سازه های ذهنی و کانشسنس پیدا کنیم؟ خیر پروردگار سپس بودا نگاهی به آنورودا انداخت و پرسید گاتاما رو کجا میشه پیدا کرد؟ آنورودا همین الان که روبروی گاتاما ایستاده ای نمیتونی گاتاما رو توضیح بدی. چطوری میخوای گاتاما رو بعد از مرگ توضیح بدی؟ آنورودا
ذات گاتما مثل همه پدیده‌های دیگه نمیشه به وسیله دانش نظریه‌ای توضیح داد. ما باید پدیده‌ها رو وابسته به رابطه‌شون با پدیده‌های دیگه ببینیم. شما باید گاتما رو درون همه پدیده‌هایی که معمولاً گاتما به حساب نمیان ببینی. به این شکل چهره واقعی گاتما رو خواهی دید. آنورودا، اگه میخوای طبیعت لاله مردابی رو ببینی، باید اون لاله رو در همه پدیده‌هایی که لاله نیستن ببینی، مثل خورشید، آب، ابر، گل و حرارت گرم. فقط با این طرز دیدن ما میتونیم تار دیدگاه‌های باریک رو پاره کنیم. تار ذهنیت تفاوت‌گذاری که زندان تولد، مرگ، اینجا، اونجا، وجود داشتن، وجود نداشتن، ناپاک، پاک، افزایش و کاهشه. دیدن گاتما هم همین شکله. اون 4 جوابی که زاهدان عنوان کردن، وجود داشتن، وجود نداشتن، هم وجود داشتن و نداشتن، نه وجود داشتن و نداشتن، تارهای عنکبوتی هستن که هیچ وقتی نمیتونن طبیعت هستی رو توضیح بدن. آنورودا، واقعیت رو نمیشه با افکار ذهنی، نوشتن یا گفتارمون توضیح داد. فقط با فهمی که در مدیتیشن به دست میاریم میتونه به ما کمک کنه که جوهر واقعیت رو ببینیم. آنورودا، شخصی که هیچ وقت میوه انبه رو نخورده باشه نمیتونه مزه‌شو بفهمه. هر چقدر هم که توضیحش بدی، ما فقط میتونیم واقعیت جهان هستی رو تجربه کنیم. به همین دلیل من بیشتر به بیگوها میگم که وقتشون رو برای بحثای به درد نخور هدر نکنن و به جاش سعی کنن که به عمق چیزها نگاه کنن. آنورودا، طبیعت پدیده ها شرطی نیست و میشه بهش گفت چنین بودگی، سچنس، تا. چنین بودگی طبیعت همه پدیده هاست. از چنین بودگی گل لاله رشد میکنه. آنورودا از چنین بودگی رشد میکنه. گاتما از چنین بودگی رشد میکنه. ما میتونیم به شخصی که از چنین بودگی رشد میکنه بگیم تاتاگاتا، یا کسی که چنین میآید. بعد از رشد از چنین بودگی پدیده ها به کجا برمیگردن؟ همه پدیده ها برمیگردن به خود چنین بودگی. بازگشت به چنین بودگی رو میشه با اصلاح تاتاگاتا یا کسی که میرود بیان کرد. در حقیقت هیچ پدیده‌ای رشد نمی‌کنه و به هیچ جایی نمیره، چرا که طبیعتشون از همون اول چنین بودگیه. آنورودا، معنی بهتر چنین بودگی اینه: کسی که از جایی نمی آید و کسی که به جایی نمی رود. آنورودا، از این به بعد من خودم رو تاتاگاتا معرفی می کنم. این اصلاح مورد پسندمه، چرا که از تفاوت‌گذاری جلوگیری میکنه نسبت به زمانی که از من و مال من استفاده میشه. سپس آنورودا لبخندی زد و گفت: ما میدونیم که هممون از چنین بودگی رشد میکنیم، ولی اسم تاتاگاتا رو برای شما نگه میداریم. هر وقت که تاتاگاتا رو نسبت به خودتون استفاده کردید، ما هم به یاد میاریم که هممون دارای طبیعت چنین بودگی هستیم که نه شروعی داره و نه پایانی. درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در آرامش کامل درون باشید. سپاسگزارم که امروز تصمیم گرفتید اپیزود 8 بیداری پادکست رو گوش کنید. در این اپیزود تصمیم گرفتم که درباره یک موضوع خیلی مهم که تا حدودی دست کم گرفته شده، موضوع تناسخ یا تولد دوباره در بودیسم صحبت کنم. که البته برای این اپیزود از قدیمی ترین دیدگاه بودیسم استفاده می کنم.
بین تناسخ و تولد دوباره هم باید اشاره کنم که فرق خیلی مهمی وجود داره. ولی خب فکر میکنم اکثر دوستان بیشتر با کلمه تناسخ آشنایی داشته باشند و به همین دلیل شاید ازش استفاده بشه. بنابراین هر جایی که از کلمه تناسخ استفاده کردم، منظورم دیدگاه تولد دوباره در بودیزمه. خب وقتی که ما به تناسخ در بودیزم فکر میکنیم که یک دیدگاه فرهنگیه که بودیزم ازش یا داخلش متولد شده. یعنی خیلی ها شاید فکر کنن که دیدگاه تناسخ فقط محصول زمان خودشه و بدون اینکه تایید بشه بودا در تعلیمات خودش قرار داده. اگه شما هم این دیدگاه رو دارید تنها نیستید. حتی خیلی از محققان امروزه بودایی عقیدهشون همینه. از جمله یکی از بزرگترین فیلسوف زمان ما و مورد علاقه و احترام من، آقای پروفسور گارفیلد، که تناسخ و کارما رو بیشتر به عنوان تأثیر روی روان انسان میبینه. به جای اینکه این دیدگاه رو داشته باشه که ما پس از این زندگی به یک شکلی ادامه خواهیم داشت، که به نظرم دیدگاه مفیدیه ولی کامل نیست. دلیل هم در این اپیزود عنوان خواهم کرد. در نظرسنجی اینستاگرام در رابطه با این موضوع 43% گفتید که به تناسخ اعتقاد دارید. 19% گفتید که اعتقاد ندارید. و 38% گفتید که نمیدونید. باید بگم که رأی شما کمک زیادی کرد برای طراحی این اپیزود و ممنونم از مشارکت شما. خب برای صحبت در رابطه با تولد دوباره در بودیزم قدیم، کاریو از بیکو آنالایوی محترم استفاده می کنم. کتابی به نام Rebirth in Buddhism and Current Research. بیکو آنالایوی محترم یک راهب و محقق آلمانی است که خدمت زیادی کرده به فهم ما در زمینه کلاً بودیزم و از ایشون برای خدمتشون هم سپاسگزاریم و هم قدرش رو میدونیم. خب این اپیزود رو با مهمترین مفاهیم متافیزیکی بودیزم شروع میکنم. Dependent arising یا پدیدآیی وابسته. فهمیدن پدیدآیی وابسته چیز مهمیه. همونطور که بودا گفت، هر کسی که پدیدآیی وابسته رو ببینه دارما رو دیده. هر کسی که دارما رو ببینه پدیدآیی وابسته رو دیده. همونطور که خواهیم دید در ادامه این اپیزود، پدیدآیی وابسته ربط مستقیمی داره به آناتا، نارضایتی زندگی و تولد دوباره. و این قسمت اول رو با توضیح اینکه چه چیزی از زندگی انتقال میشه به زندگی بعدی به پایان میرسونم. ولی سعی میکنم توضیحات به اندازه‌ای باشن که زمان برای بقیه مطالب داشته باشیم و پدیدآیی وابسته نیاز به اپیزود خودش داره که امیدوارم یه روزی ثبتش کنم. بعدش میریم سمت تجربه شخصی خود بودا با تولد دوباره و از اونجا هم میرسونیمش به یک بحث کوتاهی در رابطه با کارما. برای دوستانی که دوست دارن در رابطه با کارما بیشتر بدونن، من یک اپیزود در رابطه باش در دانستگی رکورد کردم که دقیقاً یادم هم نیست که چه توضیحاتی رو در اون اپیزود دادم، که اگه دیدید باز هم نیاز به توضیحات بیشتری داره در کامنت ها بگید تا بتونم یک اپیزود دیگه ای رو در آینده براش در نظر بگیرم. بعد از کارما یک نگاهی میندازیم به این که مفهوم تولد دوباره چه تأثیری در دیدگاه ما داره یا میذاره و همزمان یه سری میزنیم به بحثای قدیمی هندی در این رابطه و شواهدی که تولد دوباره رو تایید میکنه. و در قسمت آخر هم یک نگاهی میندازیم به یک پسر بچه‌ای از سریلانکا که در سن کوچیکی زندگی قبلیش رو یادش میاد، زمانی که همراه شخصی به نام بوداگوسا
در قرن 5 سفر میکنه از هند به سریلانکا. فقط نکته مهمی که باید بهش اشاره کنم اینه که این غیر ممکنه که بتونم همه اطلاعات رو از کتاب محترم بیکو آنالایا رو در یک اپیزود جا کنم. بنابراین توصیه میکنم که برای فهم کامل این موضوع از کتاب خود ایشون استفاده کنید و همزمان یادمون نره که کتاب‌های زیادی در رابطه با این موضوع نوشته شده و از زاویه‌های مختلفی میشه به این موضوع هم نگاه کرد هم توضیحش داد. پس امیدوارم که صحبت من در این اپیزود ایستگاه آخر مطالعه در رابطه با این موضوع نباشه، بلکه ایستگاه اولی باشه که قراره ما رو ببره به سمت دیدگاهی که ما رو از زنجیر سامسارا رها کنه. پس کمربندتون رو ببندید تا بریم و این اپیزود رو شروع کنیم. شاید با تصویر چرخه سامسارا آشنایی داشته باشید که معنیش هم سرگردانی دائمیه. این چرخه به ما زندگی‌های بی‌پایانی رو نشون میده در ابعادهای مختلف. در سفرمون در چرخه سامسارا ما دنبال رضایتیم بدون اینکه ماهیت ذاتی ناپیداری که حاکم این چرخه است رو درک کنیم. یعنی در اصل ما در این چرخه جزء پروسه ادامه دار تغییر هستیم. در این بعدهای مختلف بعد انسان یکی از بعدهای خوبی به حساب میاد. ولی این سرگردانی دائمی جزء همه ابعاده، هر کدام با چالش و نارضایت‌های خودش. مهمترین مفهوم سامسارا پدیده تولد، پیری و مرگ. این سه مراحل شخصیت همه ابعادهای سامسارا است. از ابعاد بالایی یعنی بهشتی گرفته تا ابعاد پایینی که نارضایتی کامل رو تجربه می‌کنیم. فهمیدن این چرخه خیلی مهمه، چرا که زیربنای وجود نارضایتی ما رو توضیح میده. کار اصلی بوداها اینه که با دیدن ریشه این پدیده ها به ما توضیح بدن که علت وجودشون چیست و چه علت و شرایطی باعث چرخش تولد، پیری و مرگ میتونه باشه. در شب بیداریشون سیدارتا به یک بینش بزرگی رسید در رابطه با قانون علیت. این قانون گرفتاری ما رو در چرخه سامسارا توضیح میده که به وسیله نادانی ها و خواسته هامون هدایت میشه و این فهم فقط یک فهم فکری نیست. اتفاقاً یک ارتباط عمیق و مستقیمی نه تنها به بودا بلکه زندگی شخصی ما داره، چرا که ما رو به این سوال میرسونه: دلیل سرگردونی دائمی در سامسارا چیست؟ همونطور که در اپیزود قبلی عنوان کردم، شنیدن دارما یعنی تعلیمات بودا قسمتی از مراقبه به حساب میاد. وقتی که ما با دقت گوش میکنیم و تعلیمات رو با تجربه های روزمره شخصیمون ربط میدیم، دارما قدرت آزادی رو به ما میده. همین با دقت گوش کردن میتونه باعث شه که ما بینشی نسبت به ذات هستی به دست بیاریم و بتونیم زنجیر نادانی و خواسته ها رو که ما رو در چرخه سامسارا نگه داشتن بشکنیم. منم آرزوم برای شما اینه که با شنیدن این آموزه های درخشانی که یک شخص مهربونی برامون به جا گذاشته بیشتر از 2500 سال پیش، بتونید این آموزه ها رو به تجربه های شخصیتون وصل کنید، حقیقتی که داخلشون هست رو تجربه کنید و از همه چیز بالاتر تجربه آزادی درون رو به دست بیارید. خب طرز یاد گرفتن من به شکلیه که دوست دارم برگردم و ببینم چیزی که کشف شده چطوری کشف شده. مثلا اگه من بخوام نظریه ریلیتیویتی آینشتاین رو بفهمم، دوست دارم ببینم که چه نوع سوالها و مراحل فکری انیشتین یا آینشتاین رو رسوم به قوانینی که تونست کشف کنه. به همین دلیل دوست دارم برای فهمیدن
12 مسبب یا پدیدایی وابسته همین کارو کنیم. خب دوست دارم اول لیست 12 مسبب رو بخونم براتون. بعدش نگاهی میندازیم به این که چطوری بودا به درک 12 مسبب رسید و بعدش توجهمون رو میبریم سمت 2 مسبب خاص برای این اپیزود، Consciousness و Name and Form. Consciousness رو که هم توضیح دادم، فکر میکنم بتونیم کلمه هوشیاری برش استفاده کنیم اینجا، و Name and Form هم میشه نام و پیکر. بازم خیلی کوتاه، این 12 مسبب چیزایی هستن که باعث میشن این چرخه وجود داشته باشه و اگه این زنجیر، این 12 زنجیر حتی یک دونش بشکنه، باعث میشه که این چرخه از هم بپاشه. خب لیست 12 مسبب، اولیش ناآگاهی هست، ignorance. دومیش relational formations، برساخته ها. سومیش consciousness که در ویکیپیدیا نوشته بازشناسی، ولی خب شاید ما بتونیم هوشیاری استفاده بکنیم یا همون consciousness استفاده بکنیم. چهارمی name and form، نام و پیکر. پنجمی six senses، 6 حسگری. ششمی contact، تماسگیری. 7 feeling، احساسات. 8 craving، تشنگی. 9 clinging، وابستگی. 10 becoming، بود و شد. 11 birth، زادن. و 12 میشه old age and death، پیری و مرگ یا پیری و مرگ، پیری مرگ. فکر کنم فاصله نداشت داخل ویکی‌پدیا براش. خب الان وقتشه که ببینیم که چطوری بودا این حقیقت رو کشف کرد. در ماهانیدانا سوتا میخونیم که اول بودا داشت تولد، پیری و مرگ رو بررسی میکرد. پس پرسید علت تولد چیست؟ و دید علت تولد هویته. بودا عمیق‌تر رفت، خواست که بدونه که چیزی باعث میشه که ما این هویت ها رو داشته باشیم، چه در زندگی الانمون و چه در زندگی های گذشتمون. و دید که هویت ما از وابستگی های ذهنی ما ریشه میگیرن. و پرسید چرا ما وابستگی داریم؟ از کجا میاد؟ و دید که وابستگی های ما از تشنگی و خواسته های ما به وجود میان. خواسته های ما هم به توسط احساسات ما به وجود میان که در بودیزم حس خوب، بد و خونسا داریم. یعنی ما تشنه حسای خوب هستیم و همین تشنگی ما رو وادار میکنه به وابستگی. یعنی حس خوبی که گیرمون میاد نمیخوایم از دستش بدیم. وابستگی هم باعث میشه که هویت هایی رو بسازیم که باعثن حسای خوب رو نگه داریم یا بیشتر تجربهشون کنیم. و بازم همین هویت باعث تولد، پیری و مرگمون میشن. خب حالا این حسامون از کجا میان؟ از ارتباط با اشیای حسی. ارتباط هم به دلیل داشتن سنس ارگن ایجاد میشه. یعنی چشم داریم، گوش داریم. به دلیل داشتن چشم میتونیم ببینیم، به دلیل داشتن گوش میتونیم بشنویم. یعنی بدون داشتن یکی از این سنس ارگنمون ما اون حس رو نخواهیم داشت و نمیتونیم اون نوع ارتباط برقرار کنیم با هیچ آبجکتی. حالا پس علت بودن این ارگن های حسیمون چیه؟ چرا چشم و گوش داریم؟ که از داشتن ذهن و بدن به وجود میان. و علت داشتن ذهن و بدن هم کانشسنسه که دلیل به وجود اومدنش هم اینه که ما در این دنیا متولد شدیم یا به وجود اومدیم. حالا چه چیزی باعث به وجود اومدن دوباره کانشسنس میشه؟ و میبینیم که دلیلش برساخته هاست. یعنی اراده ها و قصدهای نادرست یا بد، چه از لحاظ جسمی، فکری و لفظی. این اراده های غلط باعث ساخته های انرژی کارما میشن یا شدن در زندگی های قبلیمون.
که ما رو رسونده به این تولد دوباره در این زندگی. چه چیزی باعث این اراده ها و قصد های نادرست میشه؟ و جوابش هم ناآگاهی یا نادانیه. پس اگه از مرگ شروع کنیم و این زنجیر رو دنبال کنیم، بریم به عقب ترین قسمت، میبینیم که بودا ناآگاهی رو میبینه. پس ناآگاهی مشکل اساسیه. وقتی که به چرخه سامسارا نگاه میکنیم، میبینیم که ناآگاهی چیزیه که چرخه روش بیچرخه، مثل مینه وسط تایر دوچرخه. و وقتی که به بیرون این چرخه نگاه میکنیم، میبینیم که این ناآگاهی جزوی از زنجیریه که این چرخه رو یک جا نگه داشته. پس این چرخه نه تنها به وسیله ناآگاهی کنار هم نگه داشته شده، بلکه ناآگاهی باید باشه که این چرخه بتونه دور خودش بچرخه. و شاید بپرسید ناآگاهی نسبت به چه چیزی؟ و بودا میگه ناآگاهی 4 حقیقت شریف، طبیعت ناپیداری، نارضایتی و زجر و نداشتن خود. شاید هم بپرسید خب این چرخه اصلا از کجا میاد؟ جریان چیه؟ اصلا این چرخه چی هست؟ آیا این چرخه جهان هستیه؟ یا اصلا این چرخه کی شروع شده؟ بودا جواب مستقیمی در رابطه با شروع چرخه سامسارا نداد. در تعلیماتشون سعی می‌کردن که توجه ما رو ببرن سمت همین لحظه‌ای که داریم توش زندگی می‌کنیم و مکانیزم هایی که باعث نارضایتی زندگیمون میشن. به جای اینکه بخوایم حدس بزنیم که جهان هستی از کجا اومده و اولین علت چرخه سامسارا چی بوده، چرا که عقیدهشون این بود بحثا و یا افکارهای متافیزیکلی نمیتونن کمکمون کنن که از رنج و نارضایتی زندگی رها بشیم. و به جاش سعیشون این بود که توجه ما رو ببرن سمت 4 حقیقت شریف و راه اصیل 8گانه به عنوان یک راه علمی برای رهایی شدن از نارضایتی و رسیدن به قسمت بیداری کامل. ولی خب نکته ای رو که در رابطه با سامسارا عنوان کردن این بود که سامسارا بدون آغازه. یعنی هیچ نقطه‌ای نیست که بتونیم شناسایی کنیم و بگیم اینجا شروع سامسارا بوده. و این دیدگاه ریشش از چرخه زندگی میاد که علتها و شرایطها باعث به وجود اومدن یکی دیگه میشن بدون هیچ علت قبلی. بله، رفتیم سمت کوانتوم مکانیکس که میبینیم رویدادهای کوانتوم علت اولیه ندارند و به جاش توجهمون رو باید ببریم سمت چرخش این چرخه به وسیله ناآگاهی و خواستهامون و راهی که ما رو میتونه ازش رها کنه. ولی خب یک توضیح کوتاهی که در رابطه با سامسارا دوست دارم بدم اینه که سامسارا جهان هستی نیست، فقط شرایط حیات در بعدهای مختلفه. خب بیایید با هم یک نگاهی بندازیم به قسمت مهم این 12 مسبب برای فهمیدن تولد دوباره. ارتباط بین نام و پیکر و کانشسنس. در ماهانیدانا سوتا میخونیم که نام و پیکر و کانشسنس وابسته یکدیگر هستند. این وابستگی متقابل کلید فهمیدن تولد دوباره در بودیزم باستانه. در دیرگاه آرگاما که شبیه ماهانیدانا سوتاه، این وابستگی رو به این شکل توضیح میده. نام و پیکر شرایط کانشسنس هستند و کانشسنس هم شرایط نام و پیکر. یعنی این که تجربه ذهنی و بدنیمون باعث شکلگیری کانشسنس میشن و کانشسنس هم باعث شکلگیری تجربه ذهنی و بدنی ما. بذارید یک توضیح کوتاهی در رابطه با کانشسنس، نام و پیکر از دیدگاه بودیزم قدیم بدم. کانشسنس یعنی توانایی آگاه بودن چیزی. پیکر یعنی قسمت فیزیکی تجربه ما. نام هم قسمت تجربه های ذهنی ماست. یعنی قسمت نام و پیکر وابسته به همند و نام و پیکر هم وابسته به کانشسنسه.
بدون کانشسنس ما نمیتونیم چیزی رو تجربه کنیم و کانشسنس هم نیاز به نام و پیکر برای داشتن چیزی برای تجربه کردنه. همین وابستگی نام و پیکر به کانشسنس و همونطور وابستگی کانشسنس به نام و پیکر باعث میشه که ما یک تجربه پیوسته یا ادامه داری داشته باشیم. و همین موضوع رو اگه ما درست درک کنیم به ما نشون میده که به شکلی میشه تجربه زندگی رو داشت بدون داشتن خود یا روح. یعنی یک چیزی که باید اون پشت ثابت باشه در طول زمان و در حالت تجربه باشه بدون اینکه تغییری نسبت بهش ایجاد بشه. یعنی در اصل تجربه ما تجربه تغییر نام و پیکر و کانشسنسه. یک نکته مهم دیگه ای که باید اینجا عنوان کنم اینه که در بودیزم قدیم کانشسنس رو به عنوان یک چیزی که در جریان تغییره میدیدن. مثل یک رودخونه که هم در جریانه و هم در حالت تغییره. بعدها کانشسنس رو در مکتب‌های مختلف بودیزم به عنوان یک چیز لحظه‌ای می‌بینن. خب حالا اگه برگردیم به ماهانیدانا سوتا می‌بینیم که شرایط متقابله بین پروسه تغییر کانشسنس و نام پیکر یک ارتباط مستقیم نسبت به موضوع تولد دوباره داره. همونطور که در دیرگاه آگاما می‌خونیم بودا به آناندا میگه آناندا نام و پیکر وابسته به کانشسنس هستند. معنی این چیست؟ اگه کانشسنس وارد رحم مادر نشه آیا نام و پیکری وجود خواهد داشت؟ آناندا پاسخ داد خیر. بودا در ادامه پرسید اگه کانشسنس رحم رو ترک کنه یعنی همون ومبو ترک کنه اگه کودک از بین بره آیا نام و پیکر توانایی رشد کردن رو دارن؟ آناندا باز هم پاسخ داد خیر. پس برای رشد نام و پیکر نیاز به کانشسنس داریم و از اول حاملگی تا زمان آخرمون که چشممون رو به این دنیا میبندیم. پس چه چیزی از این زندگی میره به زندگی بعدی؟ در ماهاودالا سوتا و در ماجاماگاما میخونیم و میبینیم که در زمان مرگ، زمانی که بدن از گرما و نشاط محروم میشه، کانشسنس بدن رو ترک میکنه. یعنی کانشسنس چیزیه که ما رو وصل میکنه به زندگی بعدی یا در حالت ادامه است. برای توضیحات بیشتر در رابطه با اینکه چطوری ما میتونیم ادامه داشته باشیم بدون داشتن یک خود ثابت، توصیه میکنم که اپیزود 5 رو اگه نشنیدید از بیداری پادکست حتما گوش کنید. در اپیزود 5 درباره آتیشی که کل شب روشن بود صحبت کردم که از چراغ به چراغ دیگه‌ای منتقل میشه. با اینکه چراغ‌ها عوض میشن ولی آتیش همون آتیشیه که اول شب روشن شده بود. یعنی آتیش رو یک بار روشن کردیم. ولی توضیح ندادم که این آتیشه چی هست که در این اپیزود بهش رسیدیم که این آتیش همون کانشسنس هست و اگه بخوایم با دقت بالاتری دربارش صحبت کنیم و از کلمات کارل یانگ استفاده کنیم میشه بهش گفت ضمیر ناخودآگاه شخصی ما و در همین قسمته که بذرهای خوب و بد کاشته میشن و این بذرها به زندگی‌های بعدیمون هم منتقل میشن. شاید بپرسید که خب اون آتیش لامپ رو یک نفر میاد و وصل میکنه به چراغ بعدی، یعنی یک چیز مادی یک عمل مادی رو انجام میده. چطوری کانشسنس میتونه بدون حرکت دهنده‌ای منتقل شه از یک زندگی به زندگی بعدی؟ جوابش هم ساده تر از اون چیزیه که فکرشو میکنید، چرا که جوابش قانون جهان هستیه. وقتی یک سیب از یک درخت جدا میشه میفته به سمت زمین. وقتی که این اتفاق میفته ما نمیپرسیم که چه کسی این کارو کرد. اگه مثل آیزاک نیوتن باهوش باشیم شاید بپرسیم که چرا به سمت بالا نمیره، نه اینکه چه چیزی یا چه کسی این سیب رو از درخت میرسونه به زمین. همینطور تولد دوباره جزء به قوانین جهان هستیه و کانشسنس از یک زندگی میره به زندگی بعدی.
بدون اینکه کسی یا چیزی این کارو کنه. خب حالا بریم سر قسمت بعدی این اپیزود. موضوع به یاد آوردن زندگی‌های قبلیمون. که البته به جای به یاد آوردن من دوست دارم دیدن رو استفاده بکنم شخصاً، ولی خب اشکالی نداره. برای این اپیزود به یاد آوردن رو استفاده میکنم و در اپیزودهای آینده بهش میرسیم که چرا شاید واژه دیدن دقیق تر باشه تا به یاد آوردن، که شایدم تا اون زمان یک واژه بهتری رو پیدا کنم. طبق تعلیمات بودیسم قدیم، خاطرات باقی مونده از یک زندگی منتقل میشن به زندگی‌های بعدی. حتی با اینکه به یادمون نمیان در زندگی‌های معمولی که داریم، ولی به وسیله تمرکز بالا و مایندفولنس میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم. یعنی ما میتونیم با تمرین‌های خاص مایندفولنس به قسمت‌های کانشسنسمون دسترسی پیدا کنیم که همون ضمیر ناخودآگاه به حساب میاد، که میتونیم این قسمت رو در اپیزود مایندفولنس آینده بهش برسیم و بررسیش کنیم. بودا این توانایی رو تونست در شب بیداریش به دست بیاره. در بایابهاراواسوتا میخونیم که بودا زندگی‌های قبلیش رو به طور دقیق توضیح میده و کلمه من رو استفاده میکنه. یعنی همینجا میبینیم که از قدیم در بودیسم با اینکه خود ثابتی وجود نداشت، ولی یک چیزی هست که ادامه داره. در اکوتاریکا آگما میخونیم که بودا به یادش میاد و میگه من در اونجا به دنیا اومدم با این اسم و در چنین خانواده‌ای با چنین غذاهایی، همراه با حسهای لذت و درد. بعد از مرگم در اینجا دوباره متولد شدم. بازم اینجا ادامه کانشسنس رو بعد از مرگ میبینیم. در تعلیمات بودیسم قدیم میبینیم که نوشته هر کسی که روی ذهنش به توسط مدیتیشن کار کنه میتونه زندگی‌های قبلیش رو ببینه. یعنی تعلیمات در رابطه با تولد دوباره وابسته به بینش از راه مراقبه است، نه از راه حد زدن. در ماهاپادانا سوتا و دیگا آگاما میخونیم که بودا زندگی‌های قبلیش رو در بعدهای مختلف میبینه. پس تعلیمات بودیسم در رابطه با بعدهای مختلف هم از تجربه‌های شخصی خود بودا سررشته میگیره. دیدن زندگی‌های قبلیمون، همونطور که با دیدن عملهای گذشتمون ما میتونیم ببینیم که چه تأثیری روی زندگی الانمون گذاشتن، با دیدن عملهای زندگی‌های قبلیمون ما میتونیم شکل گرفتن وجودمون رو در این زندگی ببینیم. خب حالا دوستم یک کمی در رابطه با دیدن زندگی‌های قبلی دیگران صحبت بکنم که توانایی یک بوداست. در شب بیدارشون در حالت دیدن زندگی‌های قبلیشون، بودا شروع کرد به دیدن چرخه تولد و مرگ موجودات دیگه و میبینه که موجودات نسبت به کارما یا عملهای گذشتهشون دوباره متولد میشن. در اکوتاریکا آگما و بایابهاراواسوتا میخونیم که بودا میگه من تولد و مرگ موجودات رو دیدم به شکل‌های مختلف، به شکل‌های خوب و بد نسبت به عملهای گذشتهشون. یعنی بودا میبینه که اونایی که عملهای بدی داشتن در ابعادهای بد متولد میشن و اونهایی که عملهای خوبی داشتن در بعدهای خوب. این فهم تولد دوباره و کارما برای بیداری کامل سیدارتا خیلی مهم بود. در تعلیمات قدیم بودیسم هم میخونیم که بعد از دیدن زندگی‌های قبلی خودش و دیگران نسبت به عملهای گذشته، سیدارتا بیدار میشه. خب حالا که کمی در رابطه با عملهای گذشته صحبت کردیم، الان وقتشه که بریم و یک نگاهی نسبت به کارما بکنیم. کارما در بودیسم یعنی قصد. برعکس باور عمومی که کارما رو نتیجه میبینه. از یک دیدگاه دیگه که بخوایم ببینیم، کارما یعنی عمل. عمل میتونه ذهنی باشه، لفظی باشه یا از طریقه بدن.
همونطور که کارما شرایطی میشه برای به وجود اومدن کانشسنس و نام و پیکر، کارما چیزیه که در همین زندگیمون تأثیر بزرگی داره، به اندازه منتقلش از زندگی‌های قبلیمون به این زندگی. مثلا همین دکمه ضبط رو فشار دادن برای ضبط این اپیزود میشه به عنوان کارما دید. مثلا عمل ذهنی برای انتخاب کلماتم باعث میشن که جمله‌های معنیداری رو درست کنم و قصد اخلاقی من باعث بیان یک ایده خاصی میشن و ثمرش میشه چیزی که به شنونده‌ام منتقل میشه. همین میشه مفهوم ساده کارما و میوه‌اش. حالا کمی بیشتر در رابطه با میوه کارما صحبت کنم. یکی از مهمترین نکته هایی که در رابطه با کارما باید بدونیم اینه که به صورت تک علتی عمل نمیکنه و قابل پیش بینی نیست. به جاش یک تصمیم بد در این زمان فقط یک عملیه بین شرایط هایی که در شبکه های وابسته‌ای که برای آیندمون تاثیرگذارند. ولی خب تاکید به این عمله، یعنی فقط به این عمل داریم تمرکز میکنیم برای کارما، یعنی عمل قصد. چرا که تنها چیزیه که ما میتونیم روش تأثیری داشته باشیم به وسیله کار کردن روی ذهنمون. همه انسان‌هایی که زجر میکشن یا تجربه نارضایتی دارن در زندگیشون نتیجه کارماشون نیست. پس باید سعی کنیم که دیدگاه تک علتی نسبت به کارما نداشته باشیم. یک مثال قدیمی بودایی طبیعت کارما رو با یک مشت نمک مقایسه میکنه که طبق مثال گفته شده که یک مشت نمک تأثیر شروعش نسبت به اندازه آبه. مثلا اگه یک مشت نمک رو بریزیم توی یک لیوان، آب شور میشه و قابل نوشیدن نیست. ولی اگه همون یک مشت نمک رو بندازیم داخل یک رودخونه، تأثیر خیلی کوچیکی داره و آبو هنوز هم میتونیم به راحتی بنوشیم. پس اثر یک عمل وابسته است به کلی از عملهای قبلیمون. این مثال به ما چند تا چیز رو نشون میده. یکیش که دوست دارم بهش اشاره بکنم اینه که عملهای کوچیک هم میتونن تأثیر بزرگی داشته باشن. مثلا میتونیم به داستان انگولیمالا نگاه بکنیم که به ما نشون میده حتی یک قاتل هم میتونه خودشو تبدیل کنه و خودشو برسونه به بیداری کامل در همین زندگی. خب حالا ربط دیدگاه درست با کارما چیست؟ همونطور که در اپیزود 3 توضیح دادم، لحظه های آخر عمرمون مهمترین زمان برای این میوه کارماست. مخصوصا اگه کسی بتونه در اون زمان دیدگاه درست رو نگه داره. فهمیدن این که اگه کسی کار خوبی کرد دلیل نمیشه خوبی ببینه. نکته مهم دیدگاهه. چرا که نتیجه رو همون موقع نمیتونی ببینی. قوانین کارما قوانین پیچیده‌ایه. همونطور که بودا به ما یاد دادن. چرخه زندگی اینقدر طول و درازه که کسی نمیتونه قسمت اولش رو ببینه. پس اندازه عملهامون در زندگی‌های قبلیمون باید خیلی زیاد باشن. پس میوه یا نتیجه امروز میتونن از زندگی‌های قبلیمون باشن. یعنی ما شاید یک انسانی رو ببینیم که همش نیکی میکنه ولی همش بدی میبینه و همزمان کسی رو میبینیم که همش بدی میکنه ولی همش خوبی میبینه. پس قسمت مهمی که باید بدونیم اینه که برای قوانین پیچیده کارما ما نمیتونیم یک زندگی رو در نظر بگیریم یا حتی فقط یک زندگی قبلیمونو. اتفاقا در برهماجالا سوتا میخونیم که چطوری بعضی از دیدگاه‌های غلط از دیدن فقط یک زندگی قبلی ریشه گرفته بودن. یعنی با دیدن یک زندگی قبلی کافی نیست که به نتیجه برسیم و به جاش باید همه زندگی‌های قبلیمون رو در نظر بگیریم تا بتونیم قدر قانون کارما رو درک کنیم. در ماهاکاما ویپاگا سوتا میخونیم که داشتن دیدگاه درست میتونه کمک کنه برای جلوگیری از رشد بذرهای ناخالص که از گذشته باقی موندند. چه در حال حاضر و چه در لحظه مردنمون.
و همینجاست که میبینیم که چقدر دیدگاه درست میتونه تأثیر بزرگی داشته باشه برای تولد دوباره ما. خب حالا که داریم در رابطه با دیدگاه درست نسبت به کارما صحبت میکنیم، فکر کنم بعد یک کمی هم در رابطه با دیدگاه درست در رابطه با تولد دوباره صحبت کنم. یک نکته مهمی که در بودیزم قدیم میبینیم اینه که اگه ما خوششانس باشیم و در زمانی زندگی کنیم که تعلیمات بودا در دسترسمون باشه و با این حال دیدگاهی داشته باشیم که تولد دوباره و کارما رو رد کنه، شرایط نالایقی به حساب میاد. در براهماجالا سوتا میبینیم که رد کردن تولد دوباره رو به عنوان دیدگاه نابودگری معرفی کرده. یعنی منظور اینه که در زمان مرگ همه چیز همراه با بدنمون نابود میشن و چیزی بعد از مرگمون ادامه نداره. در زمان بودا چند تا دیدگاه مادیگرا هم بودند و میبینیم که دیدگاه درست در اولین قدم راه اصیل هشتگانه قرار داره. منظور هم این نیست که باید تولد دوباره رو قبول کنیم با ایمانمون. فقط باید قبول داشته باشیم که این چیزیه که خارج از دایره تایید مستقیممونه و نباید یک دیدگاه محکمی درست کنیم که این موضوع رو رد کنه. خب الان وقتشه که یک مرور کوتاهی کنیم از بحث‌های تولد دوباره از زمان هند قدیم. باید همین اول بگم که بودا هیچ علاقه‌ای به بحث فقط به عنوان بحث نداشت. یعنی این که دوست نداشت بحث کنه فقط به خاطر بردن بحث. و در سخنرانی‌های قدیم می‌بینیم که دوست نداشت که فقط یک دیدگاه رو به ما بفروشه. حتی نسبت به موضوعایی که در اون زمان خیلی بروز بودن و قابل بحث بودن. خیلی از بحث‌ها هم در رابطه با موضوع تولد دوباره بود. در کولامالوکیا سوتا می‌خونیم که حتی اشخاصی در جمع راهبانی که راه بودا رو دنبال می‌کردن نمیتونستن با این مسئله کنار بیان و حتی تهدید کرده بودن که حاضرن از عضویت جمع راهبان بودا برن مگر اینکه بودا یک جواب مستقیمی در رابطه با این موضوع صادر کنه. مثلا این لیست جوابهایی هست که در مادیاما آگاما میخونیم که بودا باید قبول یا رد میکرد. سوالها هم این شکلی بودند: جهان ابدی است؟ جهان ابدی نیست؟ جهان دارای حد است؟ جهان بی‌نهایت است؟ روح و بدن یکی است؟ روح از بدن جداست؟ تاتاگاتا به پایان میرسد؟ تاتاگاتا به پایان نمیرسد؟ تاتاگاتا هم به پایان میرسد و نمیرسد. تاتاگاتا نه به پایان میرسد و نه به پایان نمیرسد. ما در کولامالوکیا سوتا و سوتاهای دیگه میخونیم که بودا طرف هیچ کدوم از این شرایط ها رو نمی گرفت و دنبال جواب برای این شرایط ها گشتن رو مقایسه می کرد به کسی که تیر سمی خورده. به جای اینکه بذاره اون تیر رو در بیارن که سم به بقیه جاهای بدنش نرسه، اول میخواد جواب کلی از سوالهایی رو بدونه در رابطه با تیر و شخصی که این کار رو کرده که هیچ ربطی به درآوردن تیر نداره. و ما مرتب میبینیم که بودا در جاهای مختلف حاضر نمیشه طرف یکی از این شرایطها رو بگیره. چرا که سعیش این بود که درآوردن اون تیر سمی رو به ما یاد بده، نه اینکه از کجا آمده. ولی خب میتونیم یک نگاهی به یکی از بحث‌های قدیم کنیم و ببینیم که طبیعت بحث‌ها چه شکلی بودن. دنبال چه نوع جوابی میگشتن و از چه راهی میخواستن جواب این سوال رو به دست بیارن. و بحث مورد نظر هم بین شاهزاده‌ای به نام پایاسی و راهبی به نام گومارا کاساپاست. داستان از دیگنانیکایا گرفته شده که جزو پالی کانون هست. و اینجا فقط اول داستان عنوان میکنم که فقط بدونیم که چه نوع بحثایی بود.
در این بحث پایاسی به کومارا کاساپا میگه در دهاتمون یک نفر رو به خاطر دزدی دستگیر کرده بودن. مأموران او را نزد من آوردن و به من گفتن این مرد یک دزد است. شما باید تنبیهش کنید. من هم جواب دادم که این شخص رو ببرید، دست و پاشو ببندید، بندازیدش توی یک دیگ بزرگ. سر دیگ رو هم با چرم و گل بپوشید که پوششش محکم و سفت باشه و هیچ جایی برای نشت چیزی نداشته باشه. به مردم بگید که دور تا دور دیگ بایستند و زیرش آتیش روشن کنن و میخوام که همگی با دقت نگاه کنن، چرا که میخوام بدونم که روحش جایی میره و ما این کارو کردیم ولی هیچ کدومون چیزی مثل روح ندیدیم که از بدنش خارج شه. بعدش اون دیگ رو باز کردیم و داخلش رو نگاه کردیم. باز هم نتونستیم روحی رو ببینیم. به همین دلیل من میدونم که دنیای دیگه‌ای وجود نداره و اینجا باید عنوان کنم که منظور از دنیای دیگه تولد دوباره است. و در ادامه داستان پایاسی داستان یک دزد دیگه رو میگه که به سربازاش میگه که ببندیدش و زنده زنده پوستش کنید که ببینیم کانشسنس کجاست. ولی هیچ کدوممون یه همچین چیزی رو ندیدیم و بعدش به سربازان گفتم که شروع کنید به بریدن بدنش قسمت به قسمت و باز هم کانشسنسی ندیدیم. بعدش به سربازانم گفتم که رگای بدنش رو ببرید و بعدش استخوناشو، ولی باز هم یه همچین چیزی رو ندیدیم. جناب کاساپا، به این دلیل من میگم دنیای دیگه‌ای وجود نداره و کلی بحثای دیگه‌ای رو عنوان میکنه که اگه دوست داشتید میتونید پایاسی سوتا رو بخونید، که البته امیدوارم که این داستان‌ها همشون فقط داستانایی بوده باشن برای بحث و این شاهزاده واقعا این کارا رو نکرده باشه. یکی از جوابهای قانع کننده کاساپا به پایاسی این بود که اشتباه پایاسی این بود اون چیزی رو که نمیتونه با چشماش ببینه و یا با صورت چیزهای مادی اندازه‌گیری کنه رو رد کرده. خب بیایید بریم به سمت تجربه‌های نزدیک به مرگ که پدیده جدیدی نیست. در چین باستان، آمریکای جنوبی باستان، در بین بومیان‌های استرالیایی، در بین فرهنگ‌های شکارچیان، در هند باستان، تایبت، نیوزیلند و فرهنگ‌های قدیمی دیگه می‌بینیم که در رابطه با این موضوع هم صحبت شده و هم نوشته شده. دنیای علمی تقریباً جدیداً نسبت به شناسایی این موضوع علاقه‌مند شده، چرا که با داشتن خدمات درمانی پیشرفته این اتفاق که شخصی امکان داره که نزدیک به مرگ باشه ولی نمیره زیاد شده و به همین دلیل تعداد این جور کیس ها زیاد شدن و همین باعث شده که توجه بیشتری بره سمت این موضوع. اگه از دیدگاه بودیسم به این قضیه نگاه کنیم، خب فکر میکنم جایی بهتر است کتاب مردگان تبتی نباشه. این کتاب راهنمایی برای زمان نزدیک به مرگ و مثل کتاب مردگان تبتی در کتاب مردگان مصری هم میخونیم در اون زمان ما دوستان و فامیل های مرده رو میبینیم و خیلی ها عقیدهشون اینه که توضیحات این کتاب ها زمان نزدیک به مرگ رو توضیح میدن. همونطور که میدونید کیس های زیادی هستن در رابطه با نزدیک به مرگ یا تجربه نزدیک به مرگ و من یکیشون رو اینجا عنوان میکنم به صورت خلاصه. کیس شخصی به نام پم رینولدز که ادراک‌های واقعی داشت در زمان تجربه نزدیک به مرگ. پم در سن 35 سالگی دچار باسیلر آرتری انوریزم میشه که نزدیک ساقه مغزش بود و انفجارش میتونست باعث مرگ فوریش بشه. برای حفظ کردن این انوریزم جراح مغز پم رو در ایستگاه قلبی هیپوترمی قرار میده
یعنی بهش بیهوشی زدن و ضربان قلبش رو استاپ کردن. بدنش رو هم به دمای 60 فرانهایت رسوندن و خون رو هم از مغزش تخلیه کردن. چشماش هم با چسب بسته بودن و توی گوشاش هم گوشکی گذاشته بودن که صدای کلیک بلندی رو تکرار میکرد که بتونن فعالیت‌های مغزیش رو زیر نظر داشته باشن. پم تعریف میکنه که تجربه بیرون بدن خودشو داشته و تونسته بود سر خودشو که موهاش تراشیده بودن و اون اره‌ای که جراح در دست داشت برای تراشیدن سرش رو ببینه و صحبت‌های بین جراح و جراح قلب رو هم در رابطه با اینکه رگای پای سمت راستش کوچیکن و به جاش رگ پای سمت چپش رو باید استفاده کنن رو هم شنیده بود. بعدش پم از یک تونلی رد میشه که فامیل هایی که مرده بودن رو میبینه، همزمان با یک نور خیلی روشن، چیزی که در تعریف تقریباً همه اشخاصی که تجربه نزدیک به مرگ رو داشتن رو تعریف میکنه. جالبیش اینجاست که نه تنها عملهای جراحی رو دیده بود و دقیق تعریف کرد، بلکه مکالمه بین جراح‌ها رو هم دقیقاً درست تعریف کرده بود. نسبت به شرایطی که ایشون داخلش بودن و با اون گوشکی‌ها غیر ممکنه که بشه اون مکالمه ها رو شنید. و تجربه ادامه ما بعد از مرگ یا نزدیک به مرگ، تجربه‌ای که طبق تعریف ایشون خیلی واقعی به نظر می اومد که هنوزم در ذهن ایشون مونده و تأثیر بزرگی گذاشته در زندگی ایشون. خب فکر کنم که وقتش رسیده که برسیم به آخرین قسمت این اپیزود و موضوع آخری که دوست دارم در رابطه باهاش صحبت کنم، یک داستان خیلی جالبی که برای اولین بار در کتاب بیکو آنالایو محترم خوندمش. این داستان هم داستان پسر بچه‌ایه از سریلانکا که از سن 2 سالگی به حالت مدیتیشن میشست و شروع به خوندن میکرد و بعضی موقع‌ها شروع به صحبت کردن به زبانی میکرد که مادرش تا به اون روز نشنیده بود و مادرش هم همیشه دعواش میکرد که سر و صدای زیادی نکنه. اسم این پسر بچه دامارووان بود. البته ایشون امروز زنده هستن. بعدها دامارووان با مادرش از شهرشون معطله سفر میکنن به شهر دیگه‌ای به نام کندی که با اشخاصی به نام برتی و روسا زندگی کنن. اشخاصی که میشن پدر و مادر خونده دامارووان. وقتی که دامارووان 3 سالش بود و در حال خوندن داماکا پاواتاناسوتا بود، یک شخصی صداشو میشنوه. زمانی که برتی و روسا رفته بودن برای مسافرت به هند. این شخص تشخیص میده که این بچه داره نوشته های پالی رو میخونه و به برتی و روسا میگه. و وقتی که از سفر برمیگردن، برتی دامارووان رو تشویق میکنه که همیشه بخونه و شروع به ضبط کردن صداش میکنه. کپی صداهای ضبط شدهشو به اشخاصی که علاقه‌مند بودن میداد. بعدها که دامارووان بزرگ میشه، کم کم شروع میکنه به از دست دادن توانایی خوندن سوتاها. قبل از اینکه این اتفاق بیفته، یعنی تواناییشو از دست بده، اشخاص مختلفی رفته بودن دیدنش و شنیده بودن. بین این اشخاصها راهبان زیادی بودند، 2 رئیس جمهور سریلانکا، معلم مدیتیشن هندی به نام اناگاریکا مونیندرا و ایان استیونسن که درباره‌شون در اپیزود مردگان تبتی صحبت کردم. در یک اینترویو دامارووان میگه من در دوران بچگی خیلی خجالتی بودم و دوست نداشتم و نمیخواستم که مردم بیان و بشینن خوندن منو نگاه کنن یا گوش کنن و به همین دلیل پدرم عقیدش این بود که هر چقدر که بیشتر تبلیغ بشه و اشخاص بیشتری بیان برای دیدنم، امکان داره که این تواناییم رو از دست بدم.
و به همین دلیل پدرم سعی میکرد که زیاد سر و صداشو در نیاره و قبل از اینکه کسی بیاد برای دیدنم یا شنیدن نوارهای ضبط شده، اشخاصی مثل ایان استیونسون ازشون قول میگرفت که چیزی در رابطه با چیزی که میدیدن یا میشنیدن رو نرم به کسی بگن. این خجالتی بودنش در یک مناسبتی بدتر میشه. روزی که میره به یک صومعه‌ای برای دیدن یک راهب. کلی آدم که شنیده بودن قرار داماروان بیاد جمع شده بودن برای دیدنش. داماروان تعریف میکنه آدمایی که لباس سفیدی پوشیده بودن دور تا دور ماشین رو محاصره کرده بودن و سعی میکردن که بیان توی ماشین که ببینن این پسر بچه کیه، چه شکلیه. تنها راهی که میشه تجربه اون روز رو درک کنید اینه که در یه همچین شرایطی قرار گرفته باشید. در زمان کودکی این همه آدم دور جمع شن با اون چشماشون انگار میخوان قورتت بدن با یه همچین نگاهایی. من شوکه شده بودم و زدم زیر گریه. بلند گریه کردم. انقدر گریه کردم که بعد از اون روز دیگه حتی میترسیدم که به خوندنم ادامه بدم. داستان داماروان خیلی داستان جالبیه که من اینجا خیلی خلاصش عنوان کردم. ایشون از زندگی قبلیشون در زمانی که با بوداگوسا سفر میکنه از هند به سریلانکا تعریف میکنه و جالبیش اینجاست که وقتی که ما این رکوردهای قدیمی ایشون رو که در زمان بچگی سوتاهای پالی رو میخوندن گوش میکنیم، میبینیم که این نوع خوندن این سوتاها از همون زمانه که البته من پالی بلد نیستم و این بررسی رو محترم بیکو آنالایو انجام دادن که چطوری بررسی کردن رو هم در کتابشون توضیح دادن. خب به نظر میرسه که به پایان اپیزود 5 بیداری پادکست رسیدیم. شما باید به خودتون افتخار کنید بابت اینکه زمان خودتون رو گذاشتید برای شنیدن این موضوع و سعی کردید که در طول شنیدنش درکش کنید. باید فکر کنید که به چقدر عملهای خوب نیاز داریم، شاید در زندگی‌های زیادی که ما رو برسونه به این تعلیمات و بخوایم که زمانمون رو بهش بدیم. پس با چیزایی که در این اپیزود یاد گرفتیم باید چی کار کنیم؟ آیا باید شروع کنیم به داشتن یک اعتقاد قوی در رابطه با تولد دوباره یا ردش کنیم یا هنوزم شک داشته باشیم؟ من امیدوارم که اگر در جایگاهی بودید که موضوع تولد دوباره رو قبول کرده بودید، این اپیزود باعث شده باشه که درک بالاتری نسبت بهش داشته باشید. اگه این موضوع رو کاملا رد کرده بودید، باعث شده باشه که حداقل به جایگاه شک رسیده باشید. و اگه نسبت به این موضوع شک داشتید، امیدوارم که تونسته باشم که جواب سوالهایی که نداشتید رو داده باشم. حتی اگه ما چیزی رو در رابطه باهاش مطمئن نیستیم یا هنوز مطمئن نیستیم که حقیقت داره، میتونیم به این نگاه کنیم که داشتن یه همچین دیدگاهی باعث کارهای خوبی میشه یا کارهای بد. همونطور که بودا تعلیم میداد، دیدگاه درست میتونه باعث شه که ما زندگی اخلاقی خوبی داشته باشیم. پس میوه هر دیدگاهی میتونه ارزش دیدگاه رو تعیین کنه. برای مثال، دیدگاه کارما و تولد دوباره میتونه به ما کمک کنه که زندگی اخلاقی بهتری داشته باشیم، حتی اگه به صورت مستقیم تجربهش نکرده باشیم. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشید. مثل همیشه من آرش هستم و تا به اپیزود 9 بیداری پادکست، به درود.